برادران عزیز و گرامی، الحال میپردازیم در سوالهایی که در پیشی منند. یکم سوال گفته است زن شوهرش را اکای فلانی گفته صدا کند جایز هست و گوید که من به خاطر حرمت شوهرم این خیلی صدا میکنم. یعنی اگر زن مرد را به نامش فریاد کند، مثال نامش عبدالرحیم هست یا نامش محمد هست، فریاد میکند محمد میگد یا اکای محمد میگد. اکو در مردم ما، عادت مردم ما، هیچ وقت یک نفری را به نامش فریاد نمیکنند. یعنی در مردم ما وقتی که یک نفری را احترام کردین اکای فلانی میگیم یا بابای فلانی میگیم یا حضرت فلانی میگیم. برای این اگر فریاد کند اکای محمد یا به نام فرزندش، مثال فرزندش احمد نام دارد، بگد پدری احمد، ای پدری احمد. و همچنان بسیاری از معاملا را میبینیم انا اوتای فلانی میگن یا اینکه مردک جان میگن. خلاص با هر اسمی که، به هر نامی که اگر در همان وقتی مردک خوش شود انشاءالله یگان باکی ندارد، همش درسته، یگان زیانی ندارد. ای کاش خواهرای عزیز همیشه شما در حرمت شوهراتون باشین. ای کاش شوهرها زنهاتون حرمت کنین. همه همین مهنت هایی که شخصا من خودم صرف میکنم و در هر یک معرکه توی نکاحی که میرم خود ما سرخ و سفید میکنم، 15-20 منوت صحبت میکنم. فقط مقصدم همینه که زندگی های شما زندگی های براحت باشد، زندگی های باشد که در بین یکدیگرت دوستداری باشد. ببینید انا همین کار بسیار مهم در امروزه زندگی ما نمیرسد. این چی هست؟ مردک زنش دوست بدارد، زنک شوهرش دوست بدارد، دوستش بدارد. دوست داشتن هم میدونیم برادر از که وقتی یک نفر دوست داشتی از او همیشه حمایه میکنیم، همیشه از او احترام میکنی. نشانه دوستی همیه. برای همین اگر فریاد کردن شما به خاطر حرمت باشد، از زمین هایی که من گفتم انشاءالله هیچی باقی ندارد. من دوست میدارم برادر عزیز که امروز از بس که مردم تاجیک ما مسلمان هست، دل خانفر در همی تاجیکستان ما بپرس همش میگه الحمدلله من مسلمانم. دل خانفر خواه مقصد اهل نماز هست، خواه اهل نماز نیست. ببینین هر نفر خواه راه درست هست، خواه راه خطا هست، هیچ وقت از مسلمانیش منکر نیست، میگه من مسلمانم. برای همین برادرای عزیز وقتی که ما دعوای مسلمانی میکنیم فراموش نکنیم که الله مهربان در قرآن بر مسلمان ها گفته است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما گفته است، مردها ما نگفته است، زنها ما نگفته است، گفته است باید که حیات پیامبر، رفتار پیامبر، زندگی پیامبر باید الگوی زندگی تان باشد. یعنی شما
آن حیاتی را که پیامبر با خانمهاش کرد، شما انا همون را سرمشق زندگی خطاب کنید. این برادر عزیز از جانب الله مهربان برای ما و شما خبر است، برای ما و شما آگاه کردن است، برای ما و شما سپارش است. زیرا که شما یک بار سرگذشت پیامبر را با خانماش بخوانین، بعد ممکن که مزه کنین، بعد ممکن که راحت کنین. شما بینید که وقتی پیامبر نازنین از خانه میبرامد، در یک روز اگر 5 بار مسجد برای اگر نمازخوانی میرفت، یا اگر غیر 5 وقتش با 2-3 بار دیگه اگر برآمدن برای دعوت و یا برای مقصد یگان کار و بار زندگیش از خانه بیرون شود، در یک روز تصور کنید اینا بگذار همون 5 بار یا بگذار اینا 10 بار، در همین 10 بار در خانه کدام خانومش باشد، بگذار خانه عایشه باشد، 10 بار عایشه را بوسه میکنه، با او پناه به خدا میکنه، بعد از خانه بیرون میشود. همچنان عایشه هم او را بوسه میکنه، با بوسه کردن گسلش میکنه. امروز این عمل ما در کناهایی که خارجی ها، خواه روس ها باشن، خواه مردمی اروپا باشن، در اونها این گونه وداع کردن و این گونه گسل کردن در اونها میبینیم. انا الله مهربان میگه انا همین یکی از عملهایی بود که پیامبر با خانومش یا خانومش با پیامبر انجام میداد. می در آمدن، گسلم با بوسه بود، می در آمدن یکدیگر را بوسه میکردن. امروز چی دردی وزبینی در بین ما آمده است، چی تربیه بسیار نادرستی در بین ما آمده است که زن دوست داشتن یا شوهر دوست داشتن تماما یک عملی شنیع، یک عملی زشت، یک گویا یک کاری که برای ما و شما بسیار گویا که یک پستی میارد. لیکن نه برادرای عزیز، تا اگر با همین سنت های پیامبر ما روی نیاریم، ما زندگی خوب و زندگی نیکه هیچگاه دیده نمیتونیم. شما بینید که یک عمل شما من گفتم اگر این عملی نادرکار میشد، مردم روس یا مردم اروپا این عمل نمیگرفتن. معلوم میشد که اونها نظر به ما مردم مسلمان خیلی آدمانی با فهم و با عقل بودند. برای همین میگن که در دولت هایی که مسلمانی نیست، در اونجا اسلام هست و ولی مسلمان نیست. در دولت های اسلامی باشد اسلام هست و لیکن عمل مسلمان یا رفتار مسلمان با اسلام موافق نیست. خوش به حالت خواهرای عزیز، وقتی شما شوهراتون مردک جان فریاد میکنین، ببین بسیار کلمه های زیبایی را میشنوم که وقتی مردکش مثال انا مردک جان میگه یا نامش میگیرد، جان حتما در او زم میکنه. ببین بسیار کلمه های زیبا در برابر شوهراشون میگه، دعاشون میتن در پیشون، میگه ای کاش که خدای مهربان همه باقی امر مرا تربته، اگرچه نمیته ولی با گپ خوب مقصد زندگیشون نیک میکنن. همچنان شوهرها هم در احترام زنهاتون از دلالت من، از سخنای من، چیزی را که من آیت قرآن گفتم، از این پیروی کنین انشاءالله برکت میابین. شما هم مردکا وقتی وای میگه مردک جان،
та ҳам бугӯ занакҷон. вақте гуфт ки отай аҳмад, бугӯ лаббай очай аҳмад. дар баробари ҳамун файроди ҳамун лаббай бугӯ таам. ӯ ҳам ки файрод кард, таам лаббай бугӯ. шумо файрод кардед, вай ҳам лаббай буга. ана ин мешавад бародари азиз зиндагие ки дар даруни ӯ суннатҳои паямбар, дар даруни ӯ раҳмати илоҳӣ, дар даруни ӯ зиндагии баракат. худо парда кунад ин зиндагиҳое ки қавақом андохтагӣ, малол, хафагӣ, ин тараф мушкилоти зиндагӣ, ин тараф талотун дар даруни хонаҳомон. офарини асабои мо шумо, офарини саломатии мо шумо. барои ҳамин бародарои азиз, зиндагиро аз ҳаёти паямбар ёд бигирем. шайх саъдӣ мегуфт, ҳар киро хона ободу ҳамхоба дӯст, худоро ба раҳмат назар сӯи ӯст. дар кадом хонае ки ана ҳамин тартиб боша, ана ҳамин одоб боша, ана ҳамин эҳтиром боша, ӯ ҷо мега бо раҳмати худоай. бо хубиш дар чие, бародари азиз? ҳамин муомилае ки ту бо занат мекунӣ ё занат бо ту мекуна, ӯ фарзандакода таъсир дорад. оянда ҳамин зиндагии хуби шуморо бо бачаакотону духтаракотон, бо шавҳару бо заношон мекунад. ҳар кадоми мо агар ҳамин хел кунем, мо як ҷомеаро бародари азиз дар як раҳи дуруст мебарем.